سلام، امیلی علی هستم. اگه میخواین یه روز با من باشید پس این ویدیو ببینید. صبح که من میرم تو مدرسه ظرف غذا میذارم تو سبد. بعدش که ظرف غذا میذارم تو سبد میرم پارانگی سر کلاس. کلاس‌های مختلف داریم مثل رباتیک، ریاضی، نگارش، زبان. تو مدرسه زمانی به نهار خوردن اختصاص میدیم. دوره هم میریم تو یه سالن میریم اونجا نهار میخوریم. من توی مدرسه دوستای زیادی دارم. فکر کنم دوست زیادی نداشته باشم. فکر کنم با همه دوستم بکنم. تو زنگ تفریح هم سعی میکنم باشون تو زنگ تفریح وقت بگذرونم و بازی. زنگ آخر میشه دو بعد است. مامانم میان دنبالمون و خوشحال میریم خونمون. میخوایم تا فردا ساعت 9 هم با هم بخوابیم. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیوهای بعدی بدرود.